ما یعنی نیاز داریم که هر از گاهی سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بخونیم، اون سیرت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم، زندگیش، از اون طفولتش، از بچگیش که از کجا آغاز شد، از اون مرحله‌ای که ملائکه خدا میان قلبشو باز میکنن، سینه‌شو باز میکنن، میشورن، 2 مرحله شق الصدر صورت میگیره، بعد از اون سالاریش و بعد از اون مرحله تجارتش و ازدواجش با خدیجه و بعد از ازدواج خدیجه بحث کعبه و بازسازی کعبه و حجر الاسود گذاشتن و معروف بودن رسول الله صلی الله علیه و در بین عرب و بین قریش به عنوان یک امین و صادق و یک شخص با ادب و یک شخص با مکانت و وجاهت که شناخته شده بود. اینها مهمه. مثالهای اون قبل از بعثت، بعد از بعثت، خلوت کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم، نشستن توی غار، بحث اقرا، بحث سلام کردن سنگ‌ها بر رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از نبوت، سلام میفرستادن، تا اینکه بعد از نبوت بحث وحی که نازل میشه میاد نزد خدیجه او را میپوشونن، بعد میرن پیش ورقه بن نوفل، میگه این همون ناموس و وحی هست که بر موسی نازل شده، این وحی خدا هست، اگر من زنده باشم تو را نصرت میدم. بعد ورقه نمیکنه، وفات میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور تبلیغ دین خدا بهش میده، دین رو تبلیغ بکنه، آزار و اذیت میشه، از اون کتک خوردن یک طرف، از اون فوش و بد و بیرا، از اون تهمت که دیوانه هست، ساحر هست، و دیگر تهمت هایی که بهش زدن، اینکه کسی دیگه بهش یاد میده، غیر از شکنجه اصحابش، تا اینکه اصحابش هجرت کردن، از مکه رفتن، مراحل کمی نبود. یعنی خصوصا اون 13 سال اولی که در مکه بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک داعیه، در 13 سال کلی رسول الله صلی الله علیه و سلم زجر و شکنجه دیدن و تمام تلاششون رو کردن برای تصحیح اعتقاد. این مصیبت هایی که بر رسول الله و اصحابشون اومد بر کسی نیومده. 3-4 سال از دعوت نمیگذره تا اینکه صحابه بلند میشن، هجرت میکنن، از شکنجه فرار میکنن، میرن به اینقدر مشرکین تحمل نداشتن یکی بیاد ساز مخالفشون بزنه، یکی باهاشون مخالفت بکنه، تحملشون نداشتن. اصحاب را روندن، از اونجا بیرونشون کردن، تا اینکه هجرت دوم باز دوباره رخ میده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این همه غم و اندوه میرن طائف، بازم از اونجا بیرونش میکنن و میروننش، تا جایی که میاد فرشته کوه ها اجازه میگیره، یا رسول الله به من اجازه بده کوه مکه را به هم بزنم، مشرکین رو نابود بکنم، تمام بشه بره. رسول الله میگه نه. رحم رسول الله صلی الله علیه و سلم اونقدر زیاده که میگه نه، شاید از نسل اینها کسانی اهل ایمان و اهل اسلام بشن، بیرون بیان. و اومدن مثل اکرمه فرزند ابوجهل، رحم و رؤوفیت، با این همه آزار و اذیت راضی به شکنجه اونها نبود. خیلی رسول الله صلی الله علیه و سلم تحمل کردن، سر به سجده میگذاشتن، دنبه یا شکمبه حیوانو بر می‌داشتن، از شتر گرفته و بز گرفته میذاشتن بر سرش، میزدن، سنگ پرت میکردن. و رسول الله هیچ وقت انتقام نمیگرفت، هیچ وقت کینه نمیورزید، تمام تلاشش رو کرد برای هدایت اونها. لکی تکون کلمت الله هی العلیا، به خاطر کلمه توحید خودش آراسته کرده بود، هیچ نقطه ضعفی از خودش نمیگذاشت. و خداوندم به خاطر که کمال اخلاقش رو برسونه، وقتی که با مجادله میکرد با مشرکین قریش، وقتی که ابن مکتوم میاد نزدش، عبس و تولی ان جاءه الاعمى، با وجودی که اون نابینا ندید که چهره رسول الله عبوسه، ندید، ولی به خاطر اینکه کمال اخلاق رسول الله را ثابت بکنه، گناهی نوشته بشه اینجا برای رسول الله، خصوصا عبوس کرد چهره خودش، ندید که گناهی نوشته بشه. ولی که خداوند از این قصه شأن دیگر میخواهد، مقام دیگر، منظور دیگر. عبس و تولی ان جاءه الاعمى، اون وقتی که نابینا اومد. از یک طرفی ملامت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم که باید اهمیت بدی به مؤمنین، اونهایی که تو را میخوان، نه اونهایی که از تو بدشون میاد ازت. تو باید اهمیت بدی به اونهایی که میخوان، خواهانش هستن، هرچند که شاید نبینن، هرچند که شاید نداشته باشن، هرچند که صاحب وجاهت و مکانت و مال و منال نباشن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اذیت میشه و تهمت میزنن که تو فقط مشت فقیر و اراذل و اوباش داره براتن، خداوند آیاتی نازل میکنه از نوح به عنوان یک تسلیت روحی، به عنوان یک دلداری، آیاتی رو نازل میکنه. اون چیزی که به نوح گفتن و ما نراک اتبعک الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی، اونهایی که تابعت میبینیم اراذلن، مشت اراذل و اوباش، اشخاصی که هیچی ندارن، یعنی ذلیلن در جامعه، بادی الرأی، یعنی هر چیزی بهشون گفتی میپذیرن،
قریش نمیخواستن که اون چیزی که رسول الله میگه بگن چش در مقابلش، همونطوری که به نوح گفتن. دلداری های خداوند در رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاده. اون از اون آیاتی که نازل میکنه دلداریش بده، صبرش بده، تحملش بده در مقابل مشقت های دعوت. گفتم خصوصا برای ما هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم با این مکانتش و وجهش و جایگاهی که داشت قبل از بعثت و بعد از بعثت سعی کردن خوردش بکنن، ولی که رسول الله اخلاقش و اون آدابش رو حفظ کرد. بخاطر همین الگوی ماست. خدا میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما الگوی نیکی هست. اون داعیه نیست اون کسی که بد اخلاقه، اون کسی که تندخو هست، اون کسی که فحش میده، اون کسی کلام بذیء و زشت به زبانش میاره. این داعیه نیست، این الگو نیست. این از رسول الله اصلا الگو نگرفته. همونطور که رسول الله صلی الله علیه و الگو برای ما هست و دینمون ازش میگیریم در عبادت و طاعتمون، در اخلاقمون هم مثل رسول الله صلی الله علیه و باید باشیم. کمال ادب با مردم، کمال احترام، کمال اکرام از وقت خودمون گذاشتن براشون، باهاشون بودن، سر زدن بهشون، در عیادتشون، در جنازهشون، در خوشی و ناخوشیشون شریکشون بودن. اینها اخلاقیات رسول الله صلی الله علیه و سلم. که گفتم بحث عبسه رو کردم از اینکه اینجا با وجود که نابینا نبود، یک اخم را خدا از پیامبر نپذیرفت، یک عبوسیت صورت را نپذیرفت هرچند که نابینا بود. بحث خوش رفتاری با دیگرانه، بحث خوب برخورد کردن با دیگرانه، بحث این که دین را با جذابیت به دیگران برسونیم، نه با تندی و خشونت. اصل در دین نرمیه. بله انسان جاهایی لازم است خشونت به کار ببره، خصوصا با عاصی، با یک شخصی که منحرفه، یک شخصی که سب دین میکنه. همونطور که آیات نازل میشه در شأن کسانی که مثلا در جنگ حنین وقتی رسول الله برمیگشتن شروع کردن مسخره کردن مسلمانان، شر با شدت با آنها برخورد کرد. لا تعتذروا، عذر قد کفرتم بعد ایمانکم، کافر شدید بعد از ایمانتون. سخت باهاشون برخورد کرد. قل بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. به خدا، پیغمبرش و نشانه های خدا، آیات خدا که غنیمت و جهادی که از اونها بود دارید مسخره میکنید، ریشخند میکنید. جاهای رسول الله با شدت برخورد میکردن جایی که نیاز بود، ولی جاهای دیگر اصل بر نرمی بود. به خاطر همین رسول الله میفهم ما کان اللین فی شیء الا زانه، نرمی در چیزی نمیاد مگر اینکه زیباش بکنه. و ما کان الشدة فی شیء الا شانه، شدت یک چیز را زشت میکنه. ان شاء الله ادامه بحث و جلسه بعد ادامه میدیم. صلی الله علی محمد و علی آل محمد.